سلام خدمت دوستان. امروز یه دستگاه آیفون تصویری الکتروپیک که دستگاه هیچ عکس‌العملی نداره سوخته. این قسمتش یه سوختگی داشتیم که سمت دیوارم سوخته بود. قاب دستگاه رو باز کردیم، یه شیلدم روی منبع تغذیه بود که اثر سوختگی نداشتیم. اینجا خازن الکترولیتمون ترکیده دیگه. حالا بریم این بورد رو جدا کنیم ببینیم ماجرا چیه. خب دوستان، مجددا برگشتیم. با این بورد باز کردیم، دیدیم که یه پاور فت داره، یه آیسی که تشکیلی از یه آیسی پاور و ماسفت سوخته. پایه VCC به گراندش کاملا اتصال کوتاه شده. خازنمون که ترکیده. یه فیوز اینجا هست، اینم سوخته. اپتوکوپلر ما ورودیش اتصال کوتاه شده. آیسی TL431 ما سالمه. فیوز ورودیمون هم سوخته ولی پولدیود سالم. بریم این مجموعه رو عوض کنیم و برگردیم. خب برگشتیم. قطعات روی بورد که قرار بود عوضشون کنیم خازن بود. پاور آیسی بود، یه پاور فت، اپتوکوپلر و فیوز. اینا رو عوض کردیم. یه مسیر روی بوردم قطعی داشت، دقیقا رو پایه، اشتباه نکنم درین این پاور فتمون که اینجا هم وصلش کردیم. موقع نصب یه مقدار خمیر سیلیکون هم زدیم. البته بعد اتمام کار حتما پشت بورد با تینر 10,000 20,000 یا الکل ایزوپروپیل یا از این چیزا باید، یا اسپری ناهید باید پاک بشه. خب بریم تستشو داشته باشیم. خب این از سوکت خروجیش، این هم کابل تستمون. خب این از تغذیه. اوکی. خب بله این هم درسته. یه ولتاژ هم بگیریم. نزدیک 16 ولت درست. اوکی. متشکرم از اینکه با ما همراه بودین. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.